سلام تماشابینان شبکه اگرو تک تی جی، با شما من یوسف عزیزов. اولا من همه شما را با فرارسی ماهی مبارک، ماهی رمضان مبارک باد گفته به شمایان و اهل عائله‌تان بردباری ها تمنا میکنم. همه ساله با فرارسی ماهی رمضان گویا سوداگران تاجیک برای آن تاجیک میگویم که بغیر تاجیکستان در جای چنین نیست. یک بار نرخ را در همه محصولات خوراک بلند می‌بردارند. و عجیبش باز این است که مردم در آخر رمضان با آمدن عید سرگردان شده اهمیت نمی‌دهند که عرفه عید باز نرخ‌ها نسبت آن نرخی که در اول رمضان بلند شده بود باز مراتب و زیادتر هم بلند می‌شود. پس صاحبکاران ما بعد این یعنی بعد رمضان نرخ‌ها را با همان نرخی که اول رمضان قیمت کرده بودند فروشش را دوام دادن میگیرند. یعنی معلوم شد که امسال نرخ گوشت از 45 و 50 سامانی ارزان نمی شود. اگر شما به کانال اگرو تک تی جی تا حال آبونه نشده باشید حتما آبونه شوید و لایک ماندن را فراموش نکنید. با تنبیه و قرارهای حکومت نگاه نکرده فروشنده ها نرخ را پست کردنی نیستند. و روز اول رمضان از دوشنبه سر کرده تا وحدت من شخصا خودم اهمیت دادم. قریب 99% دکان‌های گوشت فروشی محکم بود. آنها از قراری که برای قیمت فروختن گوشت تنبیه شدند دکان‌های خود را محکم کرده بودند. فروشندگان میگویند نرخ‌ها برای آن بالا می‌روند که در ماه رمضان طلبات به گوشت زیاد شده آن کم یافت و سر خریدار می‌شود. در حقیقت در رمضان طلبات مردم به گوشت زیاد می‌شود و کمچین می‌شود، لیکن معنای آن را ندارد که باید حتما نرخ را بلند برداشت. و ماه رمضان هم ناگهان نمی آید و همه ماه و روز آمدن رمضان را یک سال پیش می دونند و ممکن است که کمچینی چاروا را در این ماه به تنظیم درآورد تا مردم سرگردان نگردند. در همه مملکت های مسلمانی مسئله تامین مردم به محصولات اولین درجه در ماه رمضان 100 ساله ها باز نظارت می شود. وقتی که من دیدم که قریب همه دکان های گوشت فروشی محکم و مردم سرگردان است فکری آن را کردم. این فکر شخصی من است و ممکن خطا هم باشد و کسی هم خفه نشود که دکان‌هایی که در این ماه بهانه ضرر دیدن را میکنند و در خود را میبندند حتما با سبب از عهده کار نبرآمدن از این قصابان اجازتنامه صاحبکاریشان باز پس گرفته شود و بگذار شخصانی به این کسب مشغول شوند که کمی انصاف داشته باشند. اگر در این ماه آنها گوشت را با نرخ پیشین فروشند یگام ضرر نمیبینند، فقط فایدهشان کمی کم میشود و خلاص. در مملکت‌های مسلمانی و نه تنها مسلمانی که صاحبکاران خود طبقه بای به حساب میروند در کوچه ها مردم را برای ثواب شده در این ماه خوراک بی پول خیر میکنند. فروشنده های ما باشند از فایده میمونیم گفته مردم را سرگردان میکنند و حالا باشد دکان هایی که فعالیت میکنند گوشت را با نرخ 45-50 سامانی میفروشند و در 40 سامانی فقط گوشت پست صفت خریدن ممکن است و خلاص. اکنون با چند پهلوی مشکلات استحصال گوشت در تاجیکستان نظر میاندازیم. این مشکلات به قصابان دخل ندارد چون که فقط تخمین 10% قصابان خود در یک وقت هم قصابی و هم با پرورش چاروا مشغولند. 90% آنها از دهقانان مال را میخرند و در بازار میفروشند و اگر شما سطح زندگی قصاب و دهقان را با هم مقایسه کنید پس میفهمید که این مشکلی که من میگویم مشکلی کی است. اینک متخصصان بر آن نظرند که به ارزش گوشت مناسبت‌های میان صاحبان چراگاه‌ها و چرواداران تاثیر میرساند. نرخ گوشت در تاجیکستان با سبب گرانی خوراک چاروا و دسترس بودن زمین‌های چراگاه برای چرواداران بالا می رود. شخصانی که در خانهشان چاروا پرورش میکنند از آن شکایت دارند که به چراگاه ها دسترسی نداشته برای چراندن مالهایشان در چراگاه ها مالکان آن پولی کلان طلب میکنند. بنا به معلومات وزارت کشاورزی همه زمین‌های چراگاه تاجیکستان زیادتر از 1 میلیون هکتار تشکیل داده از آن 70% قلمرو آن در دست خواجگی‌های جمعیتی و فرمری قرار دارد. آنها اصلا برای به اجاره دادن این چراگاه ها درآمد میگیرند. بازار گوشت تاجیکستان چندان قابل توجه نیست زیرا با آن مبلغ گذاری زیاد لازم بوده تا خودکفایگی رسیدن تجارت در چرواداری نه کمتر از 10 سال وقت ضرور است. لیکن اگر زمین خود را نداشته باشید این ساحه برای سرمایه گذار به صورت عموم زیان آور خواهد بود. چنین میشمارند بعضی از فرمران. از این رو برای مالکان چراگاه‌های قلمروشان بزرگ از مشغول شدن به چرواداری اجاره دادن آن بیشتر فایده آورتر است. در تاجیکستان به استحصال گوشت اساساً در خانواده‌ها مشغولند. طبق معلومات اخیر اگنتی آمار بیش از 93% چاروای کلان شاخدار و 82%
فایز چارواهای майда در بخش خصوصی پرورش و نگهبانی می شود. از 261,000 تن گوشت استحصال شده سال 2018 در تاجیکستان 247,000 تنش به حصه بخش خصوصی راست می آید. در شرایطی به چراگاه صاحب بودن یکی و چاروا در دست دیگر ارزش نگهداری و پرورش چاروا به مراتب بالا می رود. گذشته از این صاحبان چراگاه ها همه سال نرخ اجاره چراگاه ها را زیاد می کنند. غیر از این با گفت استحصال کنندگان گوشت همه زمین های برای پرورش خوراک چاروا پیش بینی شده نیز در اختیار خواجگی های جمعیتی و فرمیری می باشد. آنها با چارواداری مشغول نشده از این رو خوراک چاروا پرورش نمی کنند و تاجیکستان آن را از خارج کشور وارد می کند. همه این به ارزش اصلی گوشت تاثیر می رساند، چون که نگهداری و پرورش چاروا دیگر فایده آور نشده برعکس زیان می رسد. می گویند آنها اهالی مشغول به نگهداری و پرورش چاروا مجبورند محصولاتشان را گران فروشند وگرنه مشغولیت به این کار درآمد نخواهد آورد. دولت با تدبیرهای مأموری برای در یک سطح نگهداری نرخ‌ها با محصولات چارواداری تلاش ورزیده، لیک از قانون‌های بازار جای گریز نیست. میگویند کارشناسان وزارت کشاورزی کشور را میباید که حتما مانیتورینگ چراگاه‌های به فرمیران و دیگر شخصان وابسته شده را گذراند. در حالت به معیار پرورش سرشمار چاروا مطابق نمودن چاروای پرورش شده این خواجگی چراگاه‌ها گرفته شده به شخصانی وابسته کرده شود که آنها در حقیقت به پرورش چاروا مشغولند. از سببی که بسیار فرمیران چراگاه‌های خود را فقط به اجاره می‌دهند و خود استفاده نمی‌برند، حالت چراگاه‌ها بسیار خراب شده است و به بیابان‌ها تبدیل گشتند. ما یک سال گذشته پژوهشگاه اکولوژی و گئوگرافی اکادمی علوم‌های چین مرکز اکولوژی و تحقیقات محیط زیست را در نزد اکادمی علوم‌های تاجیکستان فعال کرده بود. لی آومین محقق پژوهشگاه اکولوژی و گئوگرافی اکادمی علوم‌های چین و عضو گروه تحقیقاتی در تاجیکستان میگوید تاجیکستان طی 5 سال اخیر از نابودشوی چراگاه‌ها سخت زیان دیده است. سبب نابودشوی چراگاه‌ها را لی آومین در افزایش با صورت اهالی، گرشوی اقلیم و چراندن از معیار زیادی چاروا مربوط دانسته است. یک عامل دیگری نابودشوی چراگاه‌ها و به بیابان تبدیل شدن آنها را لی آومین در افزایش پیش از حد چاروا ارزیابی کرده است. به مثال گفته است سرشمار چاروا در تاجیکستان از 1 میلیون در سال 1990 به 6 میلیون رسیده است. با پایه یافتن این تحقیقات پژوهشگران به تاجیکستان تکنولوژی‌های اداره‌کنی و برقرارسازی چراگاه‌ها را پیشنهاد کردند که در چین ثمره خوب داده است. مدیبران سعیدزاده سابق رئیس آژانسی جنگل و کارشناس مسائل زیستی محیط گفت چراگاه‌های تاجیکستان بیشتر از چراندن نادرست چاروا رو به انقراض و خطر بیابانشوی قبط بالایی زمین را به میان آوردند. او گفت موافق معیار هر سال در یک چراگاه چراندن چاروا ممکن نیست. چراگاه‌ها باید عوض شوند تا در این میان علف و گیاها فرصتی برقرار شدن را پیدا کنند. در غیر صورت چراگاه‌ها نابود می‌شوند. سعیدزاده میگوید موافق معیار در 1 کیلومتر مربع چراگاه 1 گاو و یا 4 گوسفند میتوانند چرا کنند، اما این معیار نیز به گفته او در چراگاه‌های کشور ویران می‌شود. در نتیجه چرای بیش از حد چاروا در یک مساحت خرد علف چراگاه‌ها نابود شده تدریجاً بیابان می‌شوند گفت او. مدیبران سعیدزاده افزود نابودشوی چراگاه‌ها پیامدهای ناخوش دارد. نخست زمین چراگاه‌های نابود شده زود زیر تاثیر باران شسته شده در نتیجه ایروزیا جری و چقوری‌ها به وجود می‌آید. از سوی دیگر باد خاک زمین بی‌میسر را به هوا می‌خیزاند که باعث غبارآلود شدن فضا می‌گردد. موافق داده‌های آمار در تاجیکستان 1,800,000 هکتار زمین به فاند دولتی جنگل شامل است. از این حدود تنها 421,000 هکتار جنگل پوش هستند. مساحت چراگاه‌ها به 1 میلیون هکتار می‌رسد. مشکلات جای داشته را باید مد نظر گرفته متصدیان و متخصصان ساحه را می‌باید که عاید حل این کمبودی‌ها کوشش‌ها به خرج دهند تا که در سال‌های آینده نرخ محصولات گوشتی رو به افزایش نیابد، چون که اهالی تاجیکستان موافق آمارها سال به سال زیاد شده ایستاده است. در آخر به کانال اگروتک TG آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. با ما باشید.